салом ва дуруди беандоза ба кулли бинандагони азизи шабакаи иҷтимоии ютуб ҳамнаво. ин даму ин лаҳза барномаеро манзури шумо мегардонем ки саволу ҷавоб хоҳад буд бо меҳмонон ё худ сокинони шаҳри Душанбе ки ин соли мо бешар дода мешавад ба ҷавонони шаҳри Душанбе. Ассалому алайкум. از شبکه جهانی یوتیوب هستم. امنوا خوب سلامت باشید. روز شما رو بخیر میگیم. خب امروز یک مسئله که بسیار موضوعی است، داغ روز است، تو جوگیم این انتخاب همسر است. شما مبادا در آینده رفت و همسر گرفتید، با انتخاب خود میگیرید یا با انتخاب پدر مادر؟ الکی ما صاحب همسر، صاحب سه فرزند. بهترین سلامت باشید، مبارک باشد. مالش خوب. روز شما رو بخیر میگویم. خب یک سوال با شما داشتیم که امروز در مورد انتخاب همسر خود شوهر گویم بسیاری ها با خطاگی رو میدن، یعنی که با اشتباه خود با مجبوریت. خب خانمان و خواهران، شرکت فابرلیک همه شما را به کار دعوت میکند. زنهایی که نمیخواهند به بیرون برآمده و درآمد خوب را صاحب شوند، از شرکت فابرلیک همیشه برای کمک شما است. از شما تنها یک تلفن و اینترنت از آنها باشد، به شما کار آموزاندن و شما معاش خوب را با عائله خود دسترس میکنید. در آخر گفتنی هستیم که درس ها طریق آنلاین، یعنی که با واتساپ برای شما درس ها میفهمونند به پول. زنگ زنید تا اینکه جای خود را گیرید. اگر شما در آینده رفت و شوهر کردید، با انتخاب خود شوهر میکنید یا اینکه پدر مادر؟ سوال شما. البته با انتخاب خودم. خب شما چی؟ با انتخاب خودم. خب چرا محض با انتخاب خود؟ آخه در زندگی ما زندگی میکنیم. اگر اون را پدر و مادر انتخاب کنه، پگاه میشود که اگر نافرمایی است، از همین سبب بسیارتر با جدا میشم. همون وای را بار پدر و مادر میکنن که این را شما یافتید، زندگی همون از ریش ما میشه. خب شما چی؟ منم همین را گفتنیم. خب وابسته به ویران شدن عائله ها یا جدا شدن عائله ها چی اندیشه دارید؟ با فکر من اولین درجه در بین آنها نافرمایی ها به وجود می آید، یکدیگر فهمید در بین آنها وجود ندارد و صبر و طاقت از زندگی. بله. شما چی؟ نافهمی یکدیگر فهمی برای این سال نمیشه. خب با عقیده شما اگر رفت و انتخاب شما با پدر و مادر یعنی که موافق نباشد، خود راضی نباشند، شما در این حالت چیکار میکنید؟ البته انتخاب پدر و مادرمون در این حالت انتخاب میکنم. خب شما چی؟ منم همچنین. سلامت باشید. تشکر زیاد برای اشتراک. موفقیت. خب علیکم. ما از شبکه جهانی یوتیوب همنوا هستیم. روز شما رو بخیر میگویم. خب سوال با شما داشتیم که امروز یک مسئله است که واقعا مسئله روز است. انتخاب همسر. فردا اگر صاحب همسر شدید، با روزگی پدر مادر میشود یا با روزگی خود؟ با روزی پدر مادر. برای چی محض با روزگی پدر یا مادر؟ نمیدونم. خب آنهایی که مثال فرزند خود رو مجبور می‌سازند برای انتخاب همسر چی گفتنی هستید؟ هیچی. خب سلامت باشید. با شما سلامتی خانم. سلام علیکم. روز شما رو بخیر میگویم. تنصیحتمند باشید. خب امروز یک مسئله روز است وابسته به انتخاب همسر که بیشتر از والدان مجبور میکنند تا همون شخص دلخواه آنها را فرزندانشان گرفته باشند. شما چی فکر دارید که آیا این عمل درست است یا که نه؟ شخص باید در حیات انتخاب خود را کنند. باید پدر و مادر در این زندگی دخالت نکنند. سلام علیکم. ما از شبکه جهانی یوتیوب روز شما رو بخیر میگویم. بخشیه دقیقه. خب سوال با شما داشتیم که مبادا در آینده صاحب همسر شدید، با انتخاب خود میگیرید یا با انتخاب پدر مادر؟ پدر مادر. بهترین. سلامت باشید. سلام علیکم. روز شما رو بخیر میگویم. از شبکه جهانی یوتیوب همنوا هستم. اگر امکانه باشه در براتون نشینم. خب سلامت باشید. خب امروز یک مسئله واقعا داغ روز است وابسته به انتخاب همسر که بسیار با همین چیز مشکلی داده میشوند. خب سوال به شما همیگونه است که بسیاری از پدر و مادران در انتخاب همسر والدین یعنی که دخالت میکنند. شما با همین عقیده راضی هستید و آینده صاحب همسر شدید، با خواهش خود میگیرید یا که با خواهش پدر و مادر؟ اصلا راست گپ از سبب اینکه حالا در تاجیکستان ما بسیارتر پدران بسیار خرد دخالت کم میشود، بسیار هم نه، لیکن بعضی حالات ها میشود که پدران هستند که نمیخواهند که مثلا فرزندشون همون زن رو یعنی که به همسری قبول کنند. خیلی اصلا خاص خودم باشد راست گپ من خودم یعنی که همسر خودم رو خودم چی میکنم، یعنی که انتخاب خودم میکنم. بهترین. شما چی؟ فکر من همین طور است. چنین از
خیلی با گفتن نمیشه پدر و مادرم والدین میخوان که آیندهشون بادا باشه چی آیندهشون آباد باشن. بهترین. خب سلامت باشید. به شما تنصیحاتی خون هستیم. تشکر زیاد برای اشتراک. موفقیت. خب بیننده عزیز ما رو ترک نسازید. برنامه ما ادامه دارد. روز شما رو بخیر میگیم. سلامت باشید. خب سوال به شما داشتیم که امروز یک مسئله است وابسته به زنگیری. اگر شما در آینده صاحب اینکه همسر شدن خواهید با روزگی خود میگیرید یا که با روزگی پدر مادر؟ البته اکنون اینجا باید که با روزگی پدر مادر شود چون که یک کلانتری ما نوایوده. خب بهترین. امروز نفرانی هستن که اونا با روزگی خود میگیرند. از نگاه شما چگونه انتخاب است؟ درست است یا درست؟ نه خیلی جایی چی گفتن نمیشه چون خیلی اصل بسیاری مقصد ترقیات هم پیش رفته. هر آدم مقصد به همین خواست چام است یا نه که خیلی با روزگی کلانتر میشید با خودتر میشید. سلامت باشید. سوال آخرم به شما میگونه است که وابسته به ویران شدن عائله ها چی عقیده دارید؟ خیلی اینجا یک چیز رو در نظر گرفتن در کار است که مقصد پدر مادر به اهمیتی هم میکنن مقصد عائله ها را مقصد جوانی بعد عائله دار میکنن بعد اینجا مقصد که نفهمی و حالا اونها مقصد آماده نیستن به همین عائله دار شوی بعد شاید همون سبب هم شده. سلامت باشید. تنصیحتمند تشکر زیاد. السلام علیکم. روز شما بخیر باشد. روز شما رو بخیر میگویم. امروز یک مسئله واقعا مهم است وابسته به انتخاب همسر یا اینکه شوهر. خب بسیاری ها مثال با مجبوریت والدین صاحب همسر یا اینکه شوهر میشوند. وابسته به این مسئله چی عقیده دارید؟ عقیده من این است که هر یک شخص باید در زندگی همسر خود را خودش انتخاب نماید نه اینکه پدر مادر چون که با همون شخصی که عائله دار می شود مستقلیت زندگی رو به دوش می گیرد تا آخری عمر پدر مادر با او نمیماند. برای همین باید هر یک شخص در زندگی همسری آینده خودش را خودش انتخاب کند و به فکرم که این با آینده او با خوشبختی او با مستقلیت او با فکرم که تاثیری کلان دارد. بهترین. خب سبب جدا شوی را شما در چی میبینید؟ خیلی هستن سببای گوناگون دارند. مثلا بسیاری چقدر که شما سوال داده در اول که مثلا همسری آینده رو والدین انتخاب میکند این یکی از سببهای مثلا جدا شوی عائله ها که فرزندان ناراضی‌اند. خیلی با هست مثلا دیگر پرابلم هایی که مثلا در زمان حاضر عائله ها تیز ویران میشوند. اگر همسر انتخاب کرده دختر یا اینکه پسر با پدر مادر راضی نباشد در این حالت چی باید کرد؟ باید هم دیگر فهمی باید که پدر مادر به فکر من باید پدر مادر فرزندان رو فهمند. البته که انتخاب فرزندش هم درست باشه. باید که بین پدر مادر و فرزند باید که یک سازآمدی یک همدیگر فهمی باشد که تا اینکه در آینده همین انتخابی همسرم با نفع همون شخص باشد که در زندگی عذاب نکشد و زندگی خودش را میتواند مستقلانه و پیش برد. تشکر زیاد. سلامتی خون هستیم. تشکر برای اشتراک. خب آباد باشید. سلام علیکم. روز شما رو بخیر میگویم. خب بخشش سوال داشتیم با شما. خب السلام علیکم. روز شما رو بخیر میگویم. امروز در مورد عائله داری یک سوال داشتیم. خب وابسته به انتخاب هم در اینجا دو برادر عزیز میآیند. خب سلام علیکم. سلام علیکم. ساز خوب. روز شما رو بخیر میگویم. خب سلامت باشید. با شما یک سوال داریم که امروز در مورد همین انتخاب زن همین بسیاری مثال مجبور میشوند مثال مجبور شما میکنن یا پدر مادر اگر رفت شما در آینده مثال اگه زن گرفتین در آینده با انتخاب خطا میگیرین که با انتخاب پدر مادر؟ با فکر ما با انتخاب خودم. چرا محض با انتخاب خودت؟ خب برای چی که در آینده و زن قطعی من زندگی میرم قطعی اتاق چام نه. اگر رفت همین مقصد انتخاب کردی خودت در اتاق چت مثال معقول نشه بعد چه میکنی؟ همه چی بروزگی پدر مادر که اولش مقصد که زن قطعی چون مقصد تاجون و چاجون ممکنه نگیرم میرم اینا که معقول شد در نصیب تقدیر الله داشته باشه خیلی میگیری نشه. بهترین اگه شما هم چون یک جوان با فکر شما همین جدا شوی عائله در سببش در چی باشه؟ سببش برای نفهمی و خود زندگی میشه نه نگاه کوزا که چی گپه
кӯдаколи 18 солана 18 квадра ва ақл надора намедонад зиндагӣ чист. беҳтарин ташаккур за беҳтарин фикру саломат бошед малаш хуб ҳамаро ба мурод мақсад барасонад парвардигор ҷудоӣ нашавад. дӯстони азизу арҷуманд бо ҳамдигар як барномаи хеле ҳам хубро дидем ва фикр мекунам ки ақидаҳои дар боло овардашуда вобаста ба интихоби ҳамсар ё худ оиладорӣ ба ҳар яки шумо ҳатман кӯмак мешавад. خب تا این دم لحظه با شما بودم بنده مرادوف جمشید در شبکه جهانی یوتیوب همنوا ما رو پیوسته پیگیر باشید لایک подписаться و کامنت‌های بهترین رو البته فراموش نسازید. سلامت ارجمند و موفق باشید. با تاجیکستان عزیز پیشروی و مترقی نوبتی رو آرزومندیم. خیر